مطالعات و پژوهش‌های من در رابطه با مرمت، حفاظت و نگهداری بخش‌های متفاوتی داره. یکی از بخشاش تو قسمت مرمت آموزشه که امروز میخوام راجع به بخشی از اون که کالبد کافی من وارد خود آموزش‌های خودم کردم براتون توضیح بدم. ما با کالبد کافی ذهن هنرجو و دانشجو رو خلاق میکنیم و ذهنش رو وادار میکنیم به داخل فرش بره. این چه سودی برای ما داره؟ موقعی که هر سوزنی که بخواد بزنه، ساده ترین سوزن مثل شیرازه، وقتی که داره میزنه ذهنش میتونه تشخیص بده که کجا داره میره. وقتی با ساختار داخلی فرش آشنا شده باشه و دیده باشه ساختار داخلی فرش رو، برای همین کالبد خیلی مهمه و خیلی تو آموزش‌های من به دردم خورده و آموزشامو سریعتر به جلو برده و خروجی بهتری تونستیم از هنرجوها و دانشجوها بگیریم. یکی از اونها رو میخوام امروز براتون توضیح بدم. ما به هنرجومون گفتیم که چله های این فرش رو، تیکه فرش رو در بیاره. تو بخشی از آموزش‌های ما چله رو در آوردن داریم، میخوایم آموزش بدیم چجوری چله رو در بیاریم، بعد بخوایم جایگزینش کنیم. اینجا بهش گفتیم چله رو در بیار، که برامون هم در آورده، خیلی هم عالی در آورده. گفتیم فقط همین قسمت رو در بیار که این قسمت نمونه بمونه که بتونیم بعداً بازم توضیح بدیم یا ازشون همچین کاری بخوایم. چه اتفاقی افتاده؟ هم آموزش دیده که چله ها رو چجور در بیاره، هم فهمیده چله ساختار اصلی فرشه. وقتی فرش چله هاش از بین بره، میبینید چه اتفاقی براش میفته. اینجا اگه این چهار طرف قالیچه ما نبود، پودا هم مثلا با خود چله ها و پشما ریخته بود. الان فقط پوداش مونده اینجا، خاطر که این چهار طرف رو ما اصلا دست ندادیم بهش. یادتون میاد موزه فرش بزرگ پارچه رو آورد پایین، خیلی ها ناراحت شدن زیبایی موزه از بین رفت. من خوشحال شدم چون داشت به اون فرش آسیب میداد. اون فرش بزرگ پارچه‌ای بود که میدونید چه فشاری داشت به اون فرش میومد. من خیلی خوشحال شدم، دستشون هم درد کنه. کار خوبی بود. کار خوب کار خوبیه، کار بد کار بدیه.